آفریده در این دنیا، چه کسی خدا رو آفریده؟ شما ابتدا بفرمایید که تعریف خدا چیه. من میگم خدا رو قبول ندارم، میخوام ببینم خدا رو نه، کی آفریده. همین خدا که شما میگیم اعتقاد داره که ما مسلمان ها رو آفریده، تعریف از خدا. من خدا رو نمیشناسم اصلا، نمیدونم، شما تعریف کن. ببینید، منو خب اشکال چیز نداره. کن. خب اشکال نداره برادر عزیز. شما فکر کنید مثلا این یک لامپه، خب درست شد؟ الان شما میتونید من بگی که این لامپ، من به شما میگم این لامپ هم روشن هم خاموش در یک لحظه. این حرف من درسته یا نه؟ خب بفرمایید. حرف من درسته؟ این لامپ هم روشن هم خاموشه الان، درسته؟ خب بفرمایید. بله. نه، میگم این حرف من درسته یا نه؟ عزیز من، این ربطی به صحبت من نداره. من میخوام نه، شما جواب سوال برادر، میخوام جواب سوال شما رو بدم. این لامپه الان من میگم هم روشن هم خاموش در یک لحظه، در همین حال. من قبول نمیکنم. آفرین. چرا قبول نمیکنید؟ میدونید چرا قبول نمیکنید؟ چون قبول ندارم. چون ضد و نقیض اجتماع نقیضین محال از لحاظ فلسفی و منطقی. این لامپ یا روشن یا خاموش. حالا بریم سر سوال شما. ما میگیم تعریف از خدا چیه؟ تعریف خدا اینه: خدا ذاتی است واجب الوجود که وجودش لازمه در این دنیا. یک لحظه بدون وجود این خدا نباید تصور کنیم. و خدایی که ما قبول داریم خدایی است که ابتدایی نداشته، انتهایی هم نداره، ازلی بوده، نه کسی را زایده و نه از کسی متولد شده. تعریف خدا این خدا که ما مسلمان قبول داریم این خدا هست. حالا این خدا که شما بگین که چه کسی اون آفریده، اون اصلا خدا رو بندازه تو سطل آشغال. اون خدا را، خدایی که آفریده شده بندازش تو سطل آشغال. شما خدا رو قبول دارید؟ شما خدا رو دیدی؟ نه، ما این خدا را قبول داریم. خدایی که ابدی هست، از ازل بوده، ابتدایی نداشته و انتهایی نداره. خدایی که نه کسی را زایده و نه کسی او را متولد کرده. خدایی که واجب الوجود هست. ما این خدا را قبول داریم. اون خدایان دیگه که شما اگر بگین خدایی که پس چه کسی اون رو آفریده، این اصلا این سوال شما. من چرا اول این سوال از شما پرسیدم که این لام چرا؟ چون این سوال بیهوده است. این سوال شما هم بیهوده است. چرا؟ چون در تعریفی که ما از خدا داریم در این تعریف نمی گنجه. این سوال شما از این نظر بیهوده است که شما بگین آقا باشه ما قبول کنیم چه کسی خدا را آفریده. خب باز من سوال میکنم، مثلا من میگم آقا یک خدای دیگه خدای ما را آفریده، اشکال نداره. خب گوش کن برادر، گوش کن من بگم. خب گوش، الان من میخوام تو کله شما درست بکنم. خب من میگم اون خدایی که ما بگیم آقا خدای ما رو یه خدای آفریده، خب سوال پیش میاد اون خدای دیگر کی آفریده؟ با سوال پیش اون خدای دیگر کی آفریده؟ میفته تو دور و تسلسل. لحاظ فلسفی اصلا به اسلامی کاری نداریم ما، از لحاظ فلسفی و منطقی باطله. پس این سوال شما باطله. چه کسی خدا رو آفریده؟ نه من هر چی پرسیدم جواب من نده. این صحبت چون سوال شما بیهوده است. چون سوال شما بیهوده است. بیهوده نیست آخه هر جا میشینی تمام این روحانی ها میگن خدا ما رو آفریده. من میخوام ببینم کی اون خدا رو آفریده. این روحانی از خب برادر میگم دوست عزیز اون خدایی که آفریده بشه دیگه خدا نیست. دیگه اون خدایی که آفریده شده بندازش تو سطل آشغال. از این بالاتر خدایی که ما او را میپرستیم، این خدا که شما میگین خدای اصلا خدا دیگه است. این خدایی که ساخته شما ساختین، خدای شماست شاید. اما خدایی که ما را آفریده، این خدا را کسی نیافریده. خدایی که آفریده بشه خدا نیست دیگه. این خدا نیست، اجتماع نقیضین میشه. یعنی میشه هم خدا ذاتی است که همیشه باشه، هم ذاتی است که همیشه نباشه. اجتماع ضد و نقیضین میشه دیگه. نه دو تا نقیض در یک جا جمع نمیشه. خدایی که ما تعریف ما از خدا است، خدایی است که آفریده نشده. حالا شما بیا بگید پس اون خدا رو کی آفریده؟ پس خدا که اگر آفریده شده، یعنی ما میگه هم خدا ذاتی است که کسی او رو نآفریده، هم ذاتی است که اون رو آفریده کسی. مگر میشه خدا هم آفریده شده باشه هم آفریده نشده باشه؟ اجتماع نقیضین باطله.